بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز هم با توفیق الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک فضیلت های کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله و فضیلت های آن، دلالت های آن، شرط های آن و اشکننده های آن سخن خواهم گفت که این کتاب از فضیلت شیخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر می باشد حفظه الله، که دیروز الکی با همراهی شمایان در بیان فضیلت های کلمه لا اله الا الله از قرآن سخن کردیم و امروز باشد در بیان فضیلت های دیگری درباره این کلمه بزرگ کلمه لا اله الا الله از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت خواهیم نمود. و شیخ عبدالرزاق البدر حفظه الله تعالی در ادامه می‌فرماید در گذشته درباره فضیلت‌های کلمه لا اله الا الله از قرآن دلایل‌های آوردیم که این کلمه عظیم است. برای این کلمه آسمان‌ها و زمین آفریده شد و تمام مخلوقات نیز آفریده شدند و پیامبران فرستاده شدند و کتاب‌ها نازل کرده شدند و تمام قانون‌های شریعت برپا گردید و میزان ترازوی اعمال گذاشته شد و دیوان‌ها نیز برپا گردیدند و بازار جنت و دوزخ نیز برپا گردید. برای چی این سخنان را شیخ در اینجا ذکر یادآوری می‌نماید؟ و خاطر آن که بعضی از مردم هستند که میگویند که همه آسمان ها زمین همه چیز رو به خاطر محمد الله آفرید. نه، این سخن نادرست است، بلکه الله سبحانه و تعالی تمام این آسمان ها و زمین، تمام این مخلوقات و نازل کردن کتاب های آسمانی به خاطر این کلمه لا اله الا الله، به خاطر شناسایی بر الله سبحانه و تعالی نازل کرده است. کتاب ها نازل کرد، تمام قانون های شریعت رو برپا کرد، برپا شدن در این روی زمین. پیامبران کرام این قانون شریعت الهی را در بالای زمین بر بالای مردم قانون گذاری کردند و یک ترازوی عدل گذاشتند و دیوان ها نیز گذاشته شد و بازار جنت و دوزخ برپا گردید. همه این به خاطر این کلمه لا اله الا الله. بازار جنت و دوزخ برپا گردید و مردم در این میدان بر دو قسم جدا شدند، بر مؤمنان و کافران و فاسقان و فاجران. و بدون ای برادر و خواهر گرامی که این کلمه اساسی آفرینش خلق در امر، در فرمودن است و نهی، یعنی بازداشتن است یا رجوع به سوی پروردگار بیان شده است. و بدون که این کلمه است که بر آن ملت اسلامی اساس یافته است و قبله مسلمان ها نصب شده است، که این کلمه لا اله الا الله کلمه است که اولین انسان ها و آخرین انسان ها و آن را تا روز قیامت میگویند و از این کلمه پرسیده میشوند و بدون که در نزد پروردگار قدمی نمیگذاریم تا آنکه از این دو مسئله پرسیده شویم یا پرسیده شوند مردم. و این دو مسئله کدام مسئله باشد که مردم از این دو مسئله پرسیده میشوند، که از مردم، از تمام انسانیت پرسیده میشود که در این دنیا چی را شما میپرستیدید، چی را عبادت میکردید و این پیامبر شما چگونه اجابت کردید، سخن آن را چگونه قبول کردید و چگونه پذیرفتید. که جواب اول که در این دنیا شما چی را میپرستیدید، این به تحقیق نمودن کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله است، از روی علم و اقرار نمودن آن و عمل کردن بر این کلمه، نه مجرد گفتن این کلمه با زبان. چون هر کس این کلمه را با زبان خود میراند، لا اله الا الله چگونه آسان است بر زبان گفتن، اما این را از روی علم و اقرار نمودن این کلمه و عمل نمودن به مقتضای این کلمه انسان حتما جواب خواهد داد. و جواب دوم که آیا این رسولی که بر شما فرستاده شد، آیا شما چگونه این رسول را قبول کردید، سخن او را چگونه پذیرفتید. این سوال دوم در بیان به تحقیق نمودن این کلمه محمد رسول الله هست گفته می شود. همچنین از روی علم و اقرار و سر فرود آوردن و اطاعت فرمانبرداری از او صلی الله علیه و سلم، چگونه که این دو قسمت را ابن قیم رحمه الله تعالی در زاد المعاد مجلد اول صفحه 34 ذکر یادآوری کردند. البته که در بیان فضیلت کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، شمردن فضیلت این کلمه لا اله الا الله ناپذیر است، چون خیلی زیاد است فضیلت این کلمه. اگر هر چی ما سخن بگوییم کم است، چون به سبب این کلمه انسان به نهایت اجر
اجر و ثواب نیکو و زیاد رو در این دنیا و آخرت به دست می آورد. حاصل ثواب خیلی عظیم و نیکوی بر او می رسد که فکر و خیال انسان در این نمی گیرد. خیلی منزلت و جایگاه خیلی عظیمی دارد که ما امروز این فضیلت ها رو با دلایل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما ذکر خواهیم کرد. بعضی از فضیلت های کلمه لا اله الا الله را از آن چیزی که از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم آمده است بر شما پیشنهاد کنم که یکی از این فضیلت ها که بهترین و نیکوترین عمل هاست و عملی بنده را دوچند میکند، بر کثرت بر زیاد میکند. این که فضیلت آن برابری اجر آزاد کردن غلام به دست می آید. برابری اجری آزاد کردن یک غلام انسان اجر و پاداش بزرگ میگیرد و برای گوینده اش یک پناهگاه مستحکم میگردد. برای گوینده این کلمه لا اله الا الله یک پناهگاه خیلی مستحکم و قوی میگردد، چگونه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم که صحیح ترین کتاب ها بعدی کلام الله سبحانه و تعالی هستند. امام بخاری رحمه الله تعالی از ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اگر هر کسی که همین کلمات را لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بگوید، این کلمات رو بگوید. این چی معنی دارد این کلمات؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له معنیش این است که معبودی بر حق جز الله نیست و شریک او را نیست. له الملك وله الحمد و تمام ملک آسمان ها و زمین از آن او پروردگار جهانیان است و تمام حمد و ستایش از آن او سبحانه و تعالی است. این حمد و ستایش، این معبودیت بر حق تنها از آن او سبحانه و تعالی است، دیگر کس دیگر در این شایسته نیست. و هو علی کل شیء قدیر فرمودند صلی الله علیه و سلم و او بر همه چیز قادر و تواناست. اگر هر کس این کلمه رو بگوید، پس چی گفتن در دوام؟ فی یوم 100 مره، 100 بار این کلمه رو بگوید، برایش ثواب آزاد نمودن 10 غلام 10 برده می باشد. برایش ثواب آزاد نمودن 10 غلام 10 برده می باشد که برای این بنده 100 نیکی کتابت می گردد. همچنین برای این بنده 100 نیکی 100 حسنه نوشته می شود، کتابت می گردد. و از او گفتن صلی الله علیه و سلم 100 بدی نابود کرده می شود، 100 بدی از او نابود کرده می شود. و در دوام فرموده که و در آن روز این بنده از شیطان محافظت کرده می شود، در حفظ حمایت الله قرار می گیرد تا بگاه. اگر صبح بگوید این را، اگر این را بیگاه بگوید تا روز در حفظ حمایت الله قرار میگیرد. و در دوام حدیث فرمودن چه نیکو است، گفتن و کسی عملی بهتر از او نکرده است مگر کسی که همین کلمه رو از او بیشتر بگوید. یعنی همین کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، این رو حفظ نموید و این رو همیشه بر زبان خود هر روز بگوید. و همچنین در صحیح بخاری از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. اگر هر کسی که این کلمه ها رو 10 بار بگوید، 10 بار بگوید، کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل. اگر هر کسی این کلمه ها رو 10 بار بگوید، ثوابش به مانند کسی است که 4 نفر از اولاد اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده است. در بیان فضل منزلت این جایگاه این کلمه لا اله الا الله چه عظیم است، چه ثوابی بزرگ است، چه پاداشی نیکویی است که اگر انسان این کلمات ها را بگوید. کلمه های بسیار بر زبان آسان است گفتنش، اما در اجر با پاداش بینگرید چگونه عظیم است. و دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله که این کلمه بهترین و نیکوترین کلمه است که تمام پیامبران علیهم الصلاة و سلام، تمام پیامبران این کلمات رو همیشه میگفتند. الله اکبر، این کلمه رو همیشه بر زبان میگفتند. در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که گفتند: افضل ما قلت انا والنبیون عشیه عرفه، بهترین چیزی که من و پیامبران در بیگاهی روز عرفه میگفتیم، بهترین کلماتی که من و تمام پیامبران در بیگاهی روز عرفه میگفتیم، این کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير است. الله اکبر. این حدیث را طبرانی در کتاب دعا از علی ابن ابی طالب روایت کردند و در دیگر روایت فرمودند: افضل الدعاء دعاء یوم العرفه،
افضلترین دعاها و نیکوترین دعاها این دعای روز عرفه هست. و افضل ما قلت انا و نبیون من قبلی، و افضلترین و نیکوترین آن کلماتی که من و پیامبران پیشین پیش از من گفتن، این کلمه همین لا اله الا الله وحده لا شریک له هست. الله اکبر. عظمت این کلمه را به شما اهمیت دهید که این حدیث را ترمذی و امام احمد روایت کردند. و بدون که دیگری از فضیلت ها و خصوصیت های این کلمه این می باشد که در روز قیامت این کلمه از صحیفه های گناه بنده دیده وزنین تر می گردد. الله اکبر. چون ما مؤمنان اعتقاد داریم که تمام اعمال ما بندگان الله سبحانه و تعالی کرامان کاتبین هستند و ملائکه از طرف چپ راست اینها را کتابت میکنند. هر عملی که انجام میدهی و این کلمه لا اله الا الله در روز قیامت وزنین‌تر میگردد از هر عملی که انسان در این دنیا کرده باشد. اگر این کلمه رو خالصانه مخلصانه از برای پروردگار گفته باشد، با مقتضای این کلمه عمل کرده باشد، در این حالت از این کلمه صحیفه های گناه بنده رو وزنین میگرداند. از صحیفه های گناه بنده وزنین تر میشود. یعنی چگونه که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت است که در مسند که امام ترمذی و غیر از محدثین در کتاب‌های خود این رو ذکر یادآوری کردن می‌فرماید یصاح برجل من امتی یوم القیامه علی رؤوس الخلائق، مرد از امتم را در روز قیامت در حضور همه بر او ندا کرده می‌شود، در حضور تمام مردم جهانیان از آدم تا به خاتم تا روز قیامت یک مرد از امت رسول الله صلی الله علیه و آله را ندا می‌کنند در آن روز در بین تمام جهانیان که همه نگاه دارد. فینشر الله 99 سجلا، و از برایش 99 دفتر پر از گناه داده می شود. 99 دفتر پر از گناه داده می شود که هر یک دفتری که بر او داده می شود 99 دفتر، هر یک دفتر و درازی و دفتر عظمت و دفتر مثل بینایش چشم است. چگونه چشم دور می بیند انا همین قدر دور است می بیند. عظیم است، دفترهای عظیم از گناه است که باز 99 تا از یک دو نیست. دفتر مانند دوری بینایی چشم است، این قدر عظیم است. ثم یقول الله تبارک و تعالی، در این هنگام الله سبحانه و تعالی میگوید. چی میگوید؟ هل تنکر من هذا شیء؟ هل تنکر من هذا شیء؟ آیا از این دفترهای گناه که این قدر برکست زیاد هستند، عظیم هستند، آیا تو چیزی را انکار میکنی؟ آیا چیزی از این را تو رد میکنی؟ آیا چیزی از این را تو قبول نداری؟ سپس در جواب بنده میگوید نه پروردگارم، نه. الله عز و جل میگوید آیا عذر یا حسنه یا نیکویی داری تو؟ آیا اینقدر گناهی کردی تو عذر داری در امروز؟ آیا یگان ثواب نیکویی داری با خود داری بجز این 99 دفتر عظیمی که طولانی اون درازی اون مثل دیدار چشم است؟ مرد در جواب میگوید نه ای پروردگار، نه چیزی ندارم. پس الله سبحانه و تعالی بر او در این هنگام میگوید بلکه در نزد ما حسنه یعنی نیکویی عظیم است. ای بنده، در نزد ما تو یک نیکویی عظیم داری و این که بر تو در این روز دیگر ظلم میکرده نمیشود. سپس در جواب بنده میگوید نه پروردگارم. الله عز و جل در این هنگامی که بنده اقرار میکند به این گناهانش، دیگر راهی ندارد برای این گناهان خود اقرار میکند و تسلیم میشود. سپس الله سبحانه و تعالی این هنگام است که بر او میگوید آیا عذر داری؟ آیا تو حسنه و نیکویی داری؟ مرد در این هنگام در جواب میگوید نه ای پروردگار. پس الله سبحانه و تعالی بر او میگوید این هنگام بله، بلکه بر تو در نزد ما حسنه نیکویی عظیم است و این که بر تو در این روز دیگر ظلم و ستم نخواهد شد و نمی شود. سپس برایش یک بطاقه یعنی یک کارت میگیم یک کارت برایش آورده می شود، یک کارت خردک که در آن این کلمات کتابت شده است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این کلمات کتابت شده است، فقط این کلمات. سپس میگوید ای پروردگار، این بنده میگوید ای پروردگار، این پارچه کاغذ در مقابل این دفترهای بزرگ و عظیم از گناه وزن ندارد و وزن داشته نمیتواند ای پروردگار. سپس الله متعال میگوید به درستی که تو امروز ظلم کرده نمیشوی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود در یک پهلوی ترازو این دفترها گذاشته میشود و تمام آن دفترهایی که بودن عظیم در پله دیگری از ترازو گذاشته می شود و این کارت خردکه که فقط در آنجا کلمه لا اله الا الله بود، هنگامی که در دیگر پله ترازو گذاشته می شود این وزن‌تر می گردد، این وزن‌تر می شود. الله اکبر. و انسان نجات و پیروزی و کامیابی رو به دست می آورد. این حدیث رو از عبدالله ابن عمرو در صحیح ابن ماجه و احمد روایت شده است. بارک الله فیکم. پس بدونید این فضیلت نگاهی چگونه عظیم است و شخصی نیست که در قلب او ایمانی عظیمی نهفته است که این کارت
کارت خردکک تمام گناهان را محو نابود می‌سازد که در این کارت کلمه لا اله الا الله هست. دور میکند، زیرا مردم از گناه خالی نیست. هر کسی هر گناهی را انجام می‌دهد، هر گناهی را میکند، اما بر او لازم میشد که به سوی پروردگار توبه کند، چون پروردگار توبه‌پذیر و مهربان است و از رحمت الله سبحانه و تعالی هرگز ناامید نگردد. به درستی که ناامید تنها شیطان است، وگرنه این گناهان عظیمی که او بنده داشت، اما در مقابل این کارت خردکک، چون این بنده این کلمات رو با اخلاص میگفت و قدر تواناییش بر دین الله سبحانه و تعالی عمل میکرد و این را دوست می داشت و مقتضای این کلمه عمل کننده هست، وگرنه چی گونه مردم بیشتری هستند که کلمه لا اله الا الله میگویند، نه که برای آنها این کلمه منفعت نمیبخشد، چون برای آن که در قلب وی نسبت این کلمه لا اله الا الله قلبش ضعیف است. چون یک در صحیح بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یخرج من النار من قال لا اله الا الله. کسی از جهنم برآورده می شود که در قلبش کلمه لا اله الا الله داشته باشد. یعنی هر کسی که در قلبش کلمه لا اله الا الله باشد، آن را با اخلاص گفته باشد، با مقتضای آن عمل کرده باشد، از آتش جهنم برآورده می شود. و فی قلبه وزن شعیره من الخیر. اگر در قلبش یک وزن اندک شعیر، جو رو میگن، یک وزن جو از خیر اگر در قلبش داشته باشد، از جهنم برآورده می شود. و فرمودند: یخرج من النار من قال لا اله الا الله. از جهنم برآورده می شود هر کس این کلمه لا اله الا الله را بگوید. و فی قلبه وزن بره من الخیر. اگر در قلبش یک وزن، یک دانه خردکه که از خیر باشد. و فرمودند: از آتش جهنم برآورده می شود هر کسی لا اله الا الله را بگوید. و فی قلب وزن میگه ذره من الخیر. اگر در قلب کسی یک ذره از خیر داشته باشد، یک ذره نیکی اگر در قلبش باشد. روایت بخاری از حدیث انس بن مالک. و این حدیث دلالت بر آن میکند که لا اله الا الله وابسته به آن ایمانی که در قلب بنده دارد، در قلبش هست، نسبت لا اله الا الله که به مقتضای آن انسان عمل میکرد، عمل کننده بود، گناهانش بخشیده میشود، اگرچند عملی کمی هم داشت. و دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله آن است که آسمان ها و زمین را در یک پله ترازو میماند. الله اکبر. آسمان ها و زمین با این عظمتش و آنچه که در بین این آسمان ها و زمین است در یک پله ترازو گذاشته می شود و این کلمه لا اله الا الله را در پله دیگری ترازو میگذارند. البته که لا اله الا الله وزن تر زیادتر میگردد، چگونه ای که در مسند از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه این سخنان روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان نوحا قال لابنه عند موته. این نوح علیه السلام هنگامی که مرگش فرا رسید گفت: امرک بلا اله الا الله. بر فرزندان خود نصیحت کرد، گفت من شما را امر میکنم برای گفتن این کلمه لا اله الا الله. نوح علیه السلام. و در دوام فرمود: ان السماوات سبع والارضین سبع لو وضعت فی کیفه. اگر آسمان های 7 گانه و این زمین های 7 گانه اگر در یک پله ترازو گذاشته شود و وضعت لا اله الا فی کیفه و این کلمه لا اله الا در یک پله ترازو گذاشته شود، رجعت بهن لا اله الا الله. که این کلمه لا اله الا الله پره ترازو رو وزنین میگرداند. و در دوام فرمودند: اگر این آسمان های 7 گانه حلقه محکم گردند، یک حلقه مستحکم شوند، هر آینه این لا اله الا الله آن را میشکند. و دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله این است که این کلمه تمامی حجاب را پاره کرده به نزد پروردگار میرساند، به نزد پروردگار رفته میرسد. چگونه ای که از امام ترمذی از ابی هریره رضی الله عنه در این مورد روایت کرده میفرمایند، گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء. هر بنده ای که این کلمه لا اله الا الله را خالصانه و مخلصانه بگوید این کلمه را، اگر این درهای آسمان محکم باشد برایش گشوده میگردد تا این کلمه بر عرش الله سبحانه و تعالی میرسد. و در دوام چی گفتند؟ به شرطی که از گناهان کبیره دوری بجوید و گناهان بزرگ را ترک نماید. به شرطی که از گناهان کبیره دوری جوید و گناهان کبیره را ترک نماید. و دیگری از فضیلت های این کلمه لا اله الا الله این است که این کلمه نجات است. این کلمه نجات است از برای انسان از آتش جهنم. ای انسان، این کلمه سبب نجات تو از آتش جهنم میگردد. پس چرا این کلمه را تو نآموزی؟ چرا این کلمه را دوست نداری؟ چرا بر این کلمه اعتقاد نکنی؟ چرا با مقتضای این کلمه عمل نکنی که نجات تو هست؟ چگونه ای که امام مسلم روایت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما ذکر یادآوری میکند که فرمودند که ان النبی صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم سمع مؤذنا یقول، یک مؤذن را شنید که میگوید: اشهد ان لا اله الا الله. شهادت میدهم که نیست معبود بر حق بجز الله
فقال صلی الله علیه وسلم، در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خرجت من النار، از آتش جهنم نجات یافتی ای انسان. پس این کلمه نجاتی توست. پس بر این کلمه، بر این ریسمان مستحکم خوب بیدار، چون این کلمه تنها سبب نجات توست. دیگر هیچ چیزی از این دنیا تو را نجات نمیدهد، تنها این کلمه. به سوی این کلمه با اخلاص و عمل کردن با مقتضای آن به سوی پروردگار باز بگرد. و همچنین در حدیثی که روایت بخاری است و مسلم، همچنین حدیث عتبان است رضی الله عنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌نماید که فرمودند ان الله حرم علی النار من قال لا اله الا الله یبتغی بذلك وجه الله. الله آتش جهنم را حرام گردانید. بر کی؟ بر کسی که لا اله الا الله بگوید. و در دوام چی فرمود؟ یبتغی بذلك وجه الله، در حالی که این گفته اش به خاطر رضای پروردگارش باشد، به خاطر دریافت رضای پروردگارش باشد، نه مجرد با زبان گفتن بلکه با مقتضای آن عمل کردن. و دیگری از فضیلت‌های این کلمه لا اله الا الله آن است که این کلمه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از افضلترین و بالاترین شاخه‌های ایمان قرار داد. الله اکبر. افضلترین و بالاترین شاخه‌های ایمان، چگونه که در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شاخه دارد، 70 چند شاخه دارد. اعلاها قول لا اله الا الله، بالاترین شاخه های ایمان این کلمه لا اله الا الله است. و ادناها اماطه الاذى عن الطريق، و پایین ترین این کلمه دور کردن آزار و اذیت از راه مردم، دور کردن آزار و اذیت از راه مردم. و دیگری از فضیلت های این کلمه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند که این کلمه بهترین و نیکوترین ذکر هاست، بهترین و نیکوترین ذکر هاست و افضلترین آنهاست. چگونه که از جابر رضی الله عنه روایت است، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما گفتند افضل ذکر لا اله الا الله، گفتند که من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگفتند که افضلترین ذکرها این کلمه لا اله الا الله است و افضل الدعاء الحمدلله، و افضلترین دعاها این الحمدلله است. پس ای انسان، ای برادر و خواهر گرامی، پس چرا ما از این کلمه‌ای که عظیم است سبب نجات ما و شماست از این در غفلت بمانیم؟ پس چی چیز ما و شما رو وادار می‌سازد که ما این کار رو انجام ندهیم؟ در خانه، در نشست، در بیرون، در صحبت، در هر جایی تو میتونه این کلمه رو بگویی و کسی مانعی تو شده نمیتواند. پس این کلمه رو بگو و خود را نجات بده. و دیگری از فضیلت‌های این کلمه آن است که هر کسی که این کلمه رو خالصانه از قلبش بگوید سعادتمندترین بنده در روز قیامت قرار میگیرد و با شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب و نائل میگردد. چگونه که در صحیح از حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت است، گفتند ای رسول الله، در روز قیامت سعادتمندترین مردم کیست؟ ابی هریره از رسول الله میپرسند ای رسول الله، در روز قیامت سعادتمندترین مردم کیست؟ پس کی باشد؟ شما چی خیال میکنید کی از این مردم سعادتمندتر؟ و رسول الله چی جواب دادند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند کی لا رسول الله، گفتش ای رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کی سعادتمندترین مردم با شفاعت تو در روز قیامت؟ ای رسول الله کیست آن؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا گفتند لقد ظننت یا ابا هریره، من گمان کردم که ای ابو هریره ان لا تسألني عن هذا الحديث، من گمان کردم که هیچ کسی من رو از این سخن نمیپرسد بجز تو. یکی پیامبر گمان بردن که تنها ابو هریره این رو میپرسد و ابو هریره این کارو هم کرد. به خاطر چیز؟ در دوام فرمود در حدیث لما رأيت من حرصك على حديث، که من چگونه که من دیدم که تو بسیار حریص هستی بر دانستن حدیث، آموختن حدیث. برای همین بیشتری از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم این از ابی هریره روایت است. اکنون چی گمان میکنید رسول الله چی جواب دادن در این سخن ابی هریره؟ گفتن که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه، سعادتمندترین مردم و خوشبختترین مردم با شفاعت من در روز قیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی، هر کسی که این کلمه لا اله الا الله خالصانه از قلبش بگوید. یعنی خالصانه از قلب یعنی که از شرک دوری بجوید، از اهل شرک دوری بجوید، تمام نوعهای شرک رو ترک نماید، چون خالص اخلاص این ضد شرک این اخلاص است.
او نفسه خالصانه از نفسش بگوید گفتن. و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث که کسی که لا اله الا الله رو خالصانه از قلبش یا اینکه مخلصانه از نفسش بگوید، این دلیل بر این است که هر کسی که کلمه لا اله الا الله رو بگوید، بر زبان خود بگوید، از او قبول نمیگردد، یعنی از گوینده اش، یک شخصی که این کلمات رو میگوید از او قبول نمیگردد با مجرد گفتن، با مجرد با زبانش گفتن، بلکه برای او لازم است و حتمی است که شرطهای آن کلمه رو بجای بیارد، شرطهای آن کلمه رو بداند و با مقتضای آن کلمه عمل کننده باشد، چگونه که بر این قرآن و سنت بیانگر است. از کسی قبول نمیگردد مگر با آوردن شرطها و مقتضای این کلمه لا اله الا الله، که با اذن الله سبحانه و تعالی ما شرطهای کلمه لا اله الا الله را از درس دیگه با همراهی شمایان میگذاریم و بر شما این رو ذکر و یادآوری خواهیم کرد. در همین جا ما درس رو با اتمام میرسانیم. درس امروزه ما از فضیلت های کلمه لا اله الا الله از سنت به اتمام میرسد. فردا یا درس دیگر زنده و سلامت باشیم از شرط های کلمه لا اله الا الله بر شما ذکر و یادآوری میکنیم که انسان هنگام فضیلت و درجات این کلمه لا اله الا الله را فهمید، برای وی لازم حتمی میگردد که شرط های آن را بداند تا اینکه خود را از این گهدان جهنم نجات ببخشد و نجات بدهد و با مقتضای این عمل نماید. چون مجرد گفتن بر زبان این لا اله الا الله را برای انسان منفعت نمیبخشد مگر اینکه اگر با آن عمل کننده باشد. اگر سوالی باشد می توانید سوالات خود را بنویسید تا که من با سوالات شما جوابگو باشم.